یادته که یه خورده قبل از عید تمام خونه زندگی چیکو و ریکو رو نو کردم. همه چی براشون از اول از بهترین جنسش خریدم. اما بازم دلم نیومد با اینکه خیلی نگذشته خونه تکونی عیدشون رو انجام ندم. بنابراین با یه خورده تأخیر یه خونه تکونی حسابی براشون انجام دادم. حالا اینا چیه؟ آره، ظرفای غذای روحی. اون سری که رفتم رستوران روحی و غذا خوردن تو ظروف کاملا روحی خیلی خوشمزه بود، یه عذاب وجدان کوچولو گرفتم. برای بچه ها هم ظرف غذای روحی خریدم که حسابی توش غذاشون بهشون بچسبه. اینم خونه زندگیشون بعد از یه خونه تکونی اساسی تمیز و مرتب.